ایران از شگفتی‌های بزرگ برای جهان در صورت حمله دیگرباره آمریکا به این کشور سخن زد و ترامپ باز هم برای نابودی ایران ضرب العجل 2 روزه تعیین کرده است. پس از ترامپ، شی میزبان پوتین متحد خود و ایران در پکن است و با هشدار تند درباره آغاز جنگ مجدد آمریکا بر ضد ایران خواهان برگشت آرامش در خاورمیانه شدند. ارتش اسرائیل آماده و گوش به فرمان ترامپ برای حمله به ایران است و سپاه گفته جنگ این بار فرامنطقه‌ای خواهد بود. سلام، به تحلیل یک با من اسماعیل سادات خوش آمدید. برای بحث بیشتر در این باره و پردازش روی زاویه‌های پنهان این موردها همراه می‌شویم با دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه روابط بین الملل. آقای فاطمی، به تحلیل یک خوش آمدید. شگفتی ایران برای آمریکا و اسرائیل چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام بر شما و بیننده های سرویس خبری شما. خب، ایران گفته در صورت که امریکا حمله کنه و یا فرضاً اینا این بار چون گفتن که تمام تنصیبات از بین میبرن، ایران همچنان گفته که ما این بار چنان به حساب زده نمیکنم که نه تنها که منطقه از لحاظ اقتصادی و اینا ضربه بینه، بلکه جهان از لحاظ اقتصادی ضربه بینه و همگی زیر فشار بیه. یعنی اگر ایران زیر فشار میه، بگذار که همگی زیر فشار بیه. گفته که تمام تصفیه های پترولی را از بین میبره در منطقه، ذخایر انرژی را از بین میبره، رصدهای آبی را از بین میبره و گفته تا چنان میزنیم کشورهای عربی را که نظامی در اونجا نمانه، مردمی در اونجا نمانه و خودشان به حساب کشورها به نام کشور نمانه. یعنی میزنیم. اخطار بسیار جدی به این طور است که چرا که امیر رقمی که اونا میگن که ما ایران از صفحه هستی نیست و نابود میکنیم، ایران میگه که شما پروگرام نیست و نابود کردن مرا دارین، دیگه شما همچنان در منطقه ماندن نمیتونین و شما هم نیست و نابود میشین. نه پایگاهتان میمانه و نه کشتیتان میمانه و نه بندر میمانه و نه غلامتان میمانه و نه بردهتان میمانه. همه گیره با مو غلامای حلقه و گوشه‌تان که روزمره پول میتین و در تلویزیونای دنیا هم شاندین و کسی با 5 فامیل پیش میه و کسی کتی برمودا پیش میه، این کلگی انشالله زده میشن و اینمی گفته شده که یا خودداری میکنین بالای میز مذاکره میین و یا ایست که حمله میکنین مقابلتان. و در عین زمان خود اسرائیل، اداره اطلاعات استخباراتی نظامی اسرائیل راپور داده که به دونالد ترامپ یک راپور سری پیش شده که یمی راپور باعث عقب نشینی دونالد ترامپ از یک عملی که میکرد شده که بظاهر روبانه کرد که امارات گفته و که سعودی گفته. اسرائیلی ها میگن که نه، این راپور برای دونالد ترامپ پیش شده که ایران سیستم دفاعی هوایی خود انقدر ارتقا و پیشرفته ساخته که در صورت حمله ای بار طیاره‌های امریکایی و اسرائیلی بسیار خسارات بیشتر خواهد دید و تلفات بیشتر خواهد دید، فضای خود مسدود کرده و گفته که با میزایل‌های GHQ-9 چینی، پدافندهای ساخت خود ایران که 373 باور نام داره، میگن که این حتی برتر از 300 و 400 روسی است و در پهلوی زو میزایل 300 و 400 روسی و دیگه سیستمایی را همچنان که از منطقه به دست آورده ای را مجهز و آماده ساخته و این بار طیاره‌های از اینا که دو طیاره سوخ 35 شامل شده و همچنان J-35 چینایی دو شامل است. اینا با کاملا یک آمادگی مکمل برای چیز دارن. یعنی یک گپ راپور خودش نشان میده که چیزی را که اینا میگفتن که ایران سیستم هوایی خود از دست داده و قوی و دفاع هوایی نداره و طوری که مثلا دونالد ترامپ دیروز در یک توییت خود که گفت که ایران بدون قید و شرط باید کاملا تسلیم شود، چرا که ایران باید را بپذیره که قوی هوایی نداره، زمینی نداره، قوی بحری نداره. اگر دارم، دونالد ترامپ چی میگه؟ شما بپذیرین که نداریم و کلگیتان در از تهران به بیرون براین و در ساحه آزاد بیرقای سفید در دست بگیرین و شعار بتین که ما تسلیم هستیم، ما تسلیم هستیم و امریکا is the great، امریکا بزرگ است و این شعارها را بتین و بعد از او شما کاملا تسلیم امریکا شون و بزرگایتان باید یک مسوده امضا کنه. بنان یک تصور دارن که بسیار هوایی و خودشان هم میکارن و هم درو میکنن. شما میبینید که خودشان میگن که
ایران این چیزی نداره. باز پس خودشان میگه راپورا میگه که نه ایران بسیار قوی است. اینا این نمیفهمن که چی کنن، سردرگم هستن، رای خود از دست دادن، هم اسرائیل هم امریکا. اخطار هم میتن یک قدم پیش میان، 3 قدم پیش سر خیز میزنن. مثل که در جواب امی صحبت های دونالد ترامپ محسن رضایی گفته که شما خودتان متزلزل هستین، یک روز اخطار میتین و یک روز به عقب میرین، یک روز اخطار میتین و روز دیگه میگین که والا فلانی کشور برای ما گفته که شما معطل کنین. شما اراده و تصمیمتان بگیرین که شما چی میکنین. اگه حمله میکنین بیاین که مقابله کنین و اگه مذاکره میکنین که بیاین بالای میز مذاکره بله. آقای فاطمی دقیقاً پرسش همینجاست، چرا آمریکا این گونه اظهارات میکنه؟ یک روز از حمله و دیگر روز از دیپلماسی سخن میگه. سوالی که پیش همگان مطرح است. این عدم ثبات خود دونالد ترامپ نشان میده. لحاظ روانی کلگی میگن که یک مشکل روانی داره و خود فریختگی داره. این با خود آنقدر فریفته است که این فکر میکنه که ما چیزی که میگم اونم حقیقت است. این در لحاظ طبی یک تکلیف روانی هم است که آنقدر انسان با خود چیز میشه که فکر هر چیزی که من میگم اونمو حقیقت است، اونمو تصور میکنه و اگر کسی او را رد کنه او را دشمن خود میدانه. بنان دونالد ترامپ در مطور یک حالت قرار داره، کسی که گپ رد کنه او را دشمن میدانه. کسی که دمی توییتی که دیروز کرده CNN، وال استریت ژورنال، نیویورک تایمز، رسانه‌های آمریکایی را دشمن خوانده. گفته من میگم که ایران تسلیم میشه، اینا میگن که ایران تسلیم نمیشه. من میگم که ایران قواش ختم شده، اینا میگن که نه ایران قواش ختم نشده. من میگم که ایران شکست خورده، اینا میگن نه ایران شکست نخورده. بنان اینا دشمنای امریکا هستن و ما دوست امریکا هستم، چرا که من میگم که ایران شکست خورده. این به حقیقت نمیده که اگر حقیقتا ایران شکست نخورده و گفتن تو خود شکست نمیشه و اگر شکست خورده این راپور که به اسرائیل میده و راپور که استخبارات خودت برات میده که اگر این دفعه تیارای شما بره تیارایتون کلگی زده میشه، ایران قوی است. معنیش این است که صحبتایی که دونالد ترامپ در طول قدر وقت میکرد و ما همچنان رو همیش رد میکردیم که گپاش درست نیست. امروز راپور خودشان میگه که ایران از لحاظ دفاع هوایی بسیار قوی شده، بنان فضای ایران دیگر در اختیار امریکا و اسرائیل نخواهد بود که تیارای خود اینا را از دست میده. آقای فاطمی میخوایم اشاره به دیدار پوتین و شی داشته باشیم. پوتین و شی به جز موردی که در رسانه ها درس کرده و نشر شده، چه فکر میکنین دیگر درباره چه چیزایی صحبت کرده باشن؟ ببینید موضوعات صحبت از اونا فراتر از مسائل اقتصادی و خود روسیه و چین بوده. اینا بر موضوعات مثل اوکراین، ایران، تایوان، اروپا، ناتو همه گیر زیر بحث گرفتن، چرا که در مد مقابل از اینا کشورها قرار داره و اینا میدانن که اگر امروز اونا در حالت ورشکستگی هستن، در مجردی که یک چانس پیدا کنن اونا تغییر پالیسی همیش دادن و میتن. بنان وقتی که اینا صحبت میکنن عمیق صحبت کردن که فرزن حالا که در موقفی که ما قرار داریم دست بالا پیدا کردیم، امریکا آیسته صدار افول کرده میره، قدم های بعدی ما چی خواهد بود؟ مثلا در مورد تایوان چی پالیسی میگیره، روسیه در اونجا چی همکاری کرده میتونه؟ در مورد اوکراین روسیه چی پالیسی میگیره، چینایا چی همکاری کرده میتونه؟ در مورد ایران پالیسی همگانی از اینا چی خواهد بود؟ آیا با عین سرنوشت سوریه چیز میکنن، معامله میکنن؟ خب واضح گپ است که کار خود نمیکنن، چرا مسئله حیاتی است برای کل منطقه و جهان. بنان مسائل از و دیگه فرقی که بود این بود که شما دیدین در ماحول فضایی را که در بین دونالد ترامپ و شی جی پینگ بود، فضای مصنوعی واری بود، حقیقی نبود، تنس بود، زیر فشار بود. اما در بین از این دوتا فضا بسیار صمیمی بود، دوستانه بود، آزادانه صحبت میکردن، اعتماد وجود داشت در بین. از جشر بادی و لحن صحبت و طریقه صحبت اردو معلوم میشد که بسیار اعتماد در بین است و به حساب مشکلات وجود ندارد، ضرورت به این ندارن که با یکی دیگه دروغ بگوین. در بین شی جی پینگ و دونالد ترامپ خب از حقیقت که خود فروخت فریبی بسیار بود، دروغ زیاد بود، چرا که دنیا حقیقی نبود. دو قدرت متخاصم با هم نزدیک شده بودن، در اینجا دو قدرت متخاصم با هم روبروی نشده بودن. شما دیدین که چینایی ها از روس ها تشکری کرد، گفت که در جنگ دوم جهانی اگر شما نمی آمدین چینایی ها
زده میشد، یعنی خراب میشدن، اما با آمدن روسا دست ما را گرفت و ما را از اون منجلاب کشید. بنان ما را لحاظ تاریخی به یاد داریم که روسا با ما همکاری کردند و روسا همچنان تشکری کردند که در طول 4 سال جنگ اساکر ما را شما در چین ترینینگ دادین، تربیت کردین و در مقابل اوکراین برای ما فرستادین. از او بابت یک رازی بود که تابال پنهان بود در بین دنیا که اساکر روسیه در چین ترینینگ میشد. این را علنا دیروز تشکری صورت گرفت در این مورد که این نشان میده نزدیکیت های از اینا را، مراوده های از اینا را و در این حال امو قراردادهای جدیدی را که اینا، تعهدات جدیدی را که اینا برای آینده با هم بسته کردن که اینا در مقابل اروپا چی موقف متحدانه میگیرن، اینا در امریکا مقابل امریکا کدام تصمیم متحدانه میگیرن. در منطقه آسیای میانه بر شما معلوم است که پاکستان با وجود اینکه در اینجا تک و دو داره، در آسیای میانه داعش و اینا را تربیت کردن شکی میکنه، پاکستان میکنه، با پولی کی میکنه، با پول اسرائیل و امریکا میکنه. بنان برای روسیه یک بسیار سردرد بزرگ است که جلوی وزیر باید گرفته شود و چون چینایی‌ها دست بالا در پاکستان دارن. به این موضوع حتما صحبت شده که برادر در اینجا برای من مشکلی خلق میکنه و این پاپیگک کوچکی تو که است، این در هر جای سر میزنه. یک سرش کت اسرائیل است، یک سرش کت امریکا است، یک سرش کت سعودی است، یک سرش کت ایران است، یک سرش کت چین است، یک سرش کت مصر. این بی سر و بی پای است. آسم منیر مجنون این را باید جلوش گرفته شود. بنان این موضوعات بسیار عمیق و چیز بوده که در اونجا صحبت صورت گرفته و اینا کلگی دستاوردهای به حساب درست خواهد داشت. ما شما در آینده نتایج زیره میبینیم که این پالیسی ها، چرا که اینا نسبتا نیچرال به حالت طبیعی با هم الاینس و ائتلاف دارن نسبت به الاینس که بین امریکا و چین اگر صورت میگرفت که نگرفت صورت. شما دیدین که فاصله هایشان آیستا زیاد شده میره، امریکایی‌ها دارن حال سر چینایی‌ها حمله کرده میرن که اینجا کدمای ترکت، اینجا کدمای ترکت. اما کاری را که چین کرده کار خود تمام کرده. چین کاری را که میخواست سوره کرد، امریکا را در جای شاند، مقام خود معلوم کرد، حیثیت خود معلوم کرد، همکاری لازم نکرد و بنان امریکایی‌ها دانستن که در کجا هستن. از همین بابت رئیس جمهورهای سابقش مثل کلینتون میان واضح میگن که امریکا رفت و زمام قدرت خود در پای شی جی پینگ گذاشت و پس برگشت. این چیزایی است که استراتژیستای سیاسی و نظامی دنیا دقیقاً نیره میبینن، زیر نظر دارن و بالای از او کتاب ها و مقاله ها می نویسن. بسیار تشکر آقای فاطمی. در آخر می خواهیم بسیار کوتاه اشاره داشته باشیم. جنگ فرامنطقه‌ای که ایران از او سخن میزنه در صورت جنگ دیگر باره با آمریکا، کدام کشورها رو در بر خواهد گرفت؟ ببینید، اول خود قدم اول کشورهای خود خلیج فارس است. اگرچه من از طریق شما این پیام باید با دوستا و برادرای مسلمان ایران خود برسانم که به نظر ما اینا با عوض زدن بیشتر در کشورهای عربی اگر فشار بالای اسرائیل بیارن این بهتر خواهد بود. اینا هرچی اینجا زدن زیاد کنن این فاصله ها و نفرت ها را بیشتر می سازد. اما اتحاد امت اسلامی در آینده باز ممکن نیست و اگر ایران بگه که نه ما دیگه اگر اینا را زدم باز ما درست است که قدرت منطقوی میشه، مگر باز در صورت مخالفت ها اگر صورت بگیره به شکل چریکی باز اگر یک امپراتوریان باشه او مقاومت کرده نمیتونه. بهتری است که از به طریقی کار بگیره که اگر فشار زدن بالای اسرائیل بیشتر کنه از این بهتر است که بالای کشورهای عربی کنه. و شما دیدین که یک استراتژی جدید دیگر هم اینا جور کردن امریکا و روسیه که پهپاد برای کیوبا فرستادن و این پروگرام اینا دارن که در صورت که امریکا در اینجا حمله کنه از کیوبا ممکن این پهپادها بالای امریکا فرستاده شود که فلوریدا خو 145 کیلومتر از کیوبا دور است و خود همی پایتخت از اینا واشنگتن دی سی فکر میکنم که در حدود 200 چند یا 300 کیلومتر دورتر است. یعنی این پهپادها اونجا میرسه و اینا پروگرام دارن که تجهیزات دیگه پدافندهای دفاعی را به کیوبا برسانن تا کیوبا را. چرا که در مورد کیوبا پروگرام جدید امریکایی است، میگن که با نواسی راول کاسترو صحبت صورت گرفته و او رضایت داده که پدرکلانش اگر به امریکا میور دارن و با ما روابط جور میکنن، بنان ممکن نواسه راول کاسترو سر قدرت بیایه و پدرکلان خود تسلیم امریکا کنه و یک تغییر در اونجا بیایه.
میگن که CIA و با فعالیتایی که کرده در درون همونطور یک مانور انجام میتن، میاین راول کاسترو را میگیرن و زنده میبرن و نواسیش به حیث جانشینش میشنن و روابط خود به یک پاپت جور میکنن. از این بابت اونا حالا میدانن که در کیوبا این مشکل به پیش میارن. از این بابت کیوبا آمادگی داره که خب اگر ما از بین میرم و مرا میزنن، ما باید یک چیزی داشته باشم که در صورت ضرورت ما یک چیزی را خود در امریکا خراب کنیم که امریکایان بدانن که زده میشن. و امکان زدن امریکا از نزدیک کیوبا ممکن است. اگر اینا عملیات انجام دادن، ممکن که کیوبا از این پهپادا و وسایلی که بعداً به تجهیزات سپرده خواهد شد از این استفاده خواهند کرد. دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه روابط بین الملل، از حضورتان در تحلیل یک امشب سپاسگزار هستیم. جان سپاس که دعوت کردیم. سپاس. و به همین ترتیب میرسیم به پایان تحلیل یک امشب ما. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.